قسمت هشتم از جوابه ملحدین. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. در این قسمت از جوابه ملحدین قرار به نسبت غلط فکری مسلمانان، به نسبت شبهاتی که حضرات ملحد در مورد اسلام میکنن انشالله با هم یک مذاکره داشته باشیم. غلط فکری مسلمانان به نسبت شبهاتی که ملحدین نسبت به اسلام القا میکنن، نسبت به اسلام در جامعه ایجاد میکنن. بس سر اینه وقتی که این حضرات ملحد بنا به اکتشافات جدید و یافته های علم نوین به یک سری از مسائل و اکتشافات برمیخورن و اینطور نتیجه میگیرن که بله این اکتشافات ما حق و حقیقته و قرآنی که بر مسلمان ها نازل شده و مطالب علمی که در قرآن وجود داره برخلاف یافته های نوین علوم جدید. و از این طرف مسلمان های ساده‌لوح ما نیز از همین شبهاتی که حضرات ملحدین نسبت به قرآن و اسلام و دین و دیانت و مسائل علمی قرآن در جامعه تشکیکاتی را به بار آوردن، اینها هم فکر میکنن، یعنی مسلمان های ساده‌لوح ما فکر میکنن که تشکیکات و شکوکات این حضرات ملحد در مقابل قرآن ارزشی هم داشته باشه. اصلا برای اون ارزش قائل شدن متاسفانه. دوستان دقت بکنید، اینجا یک بحثی هست، یک بحث علمی، یک بحث عقلی که تمام عقلای جهان نسبت به این موضوع اذعان دارند. اون بحث اینه که علوم انسانی به نسبت تمام مسائل اکتشافی و مسائل جدید، به نسبت وجود انسان، به نسبت زمین و آسمان و کهکشانات و این مسائل، این علوم انسانی را میگن علوم نسبی و علوم قطعی نیست. ساده تر توضیح میدم، علوم انسانی را میگن علوم نسبی. علوم انسانی را هیچ به اون قطعیت در مرحله اول داده نمیشه. از جمله مثلا چطور؟ مثلا علوم جدید آمده یک مسئله را کشف کرده و نسبت به اون نظر داده. نسبت به این یافته جدید علمی در حال حاضر قطعیت نمیتواند که 100% درسته. چرا؟ چون که بارها و بارها و بارها در تاریخ انسانیت در زمانهای گذشته و حال بارها و بارها ثابت شده اون چیزی که علم جدید به نسبت به اون قطعیت پیدا کرده و به نسبت اون امضا کردن و نتیجه را به جامعه ارائه کردن، بعدها متوجه شدن که بله متاسفانه اون اشتباه بوده و یافته جدیدشون که بعداً به اون رسیدن این درست بوده. و حالا به نسبت یافته جدیدشون هم باز هم اعتمادی نیست، بلکه در آینده معلوم نیست که این هم اشتباه از عذاب در بیاد. لذا بحث اینه که علوم انسانی را میگن علوم نسبی. علوم انسانی علوم قطعی نیست. تا زمانی که انقدر این اکتشافات و این مسائل جدید انقدر مثلا جلوتر برن، پیشرفت‌تر بکنن، چندین بار اشتباه بودن ثابت میشه و بعضا نهایتا بله به نتیجه میرسن که بله این درست هست و هنوز هم به نسبت قطعیتون احتمال اینکه در آینده این مورد را نقض بکنن باز وجود داره. اما اشتباه سر اینه که ما مسلمان های ساده‌لوح از این اکتشافات جدید اگر احیانا حضرات ملحد آمدن در مقابل قرآن، در مقابل سنت نبی خدا صلی الله علیه و به نسبت مسائل علمی که در اونها وجود داره اظهار نظری بکنن، ما خیلی به سادگی حرف همین حضرات ملحد را قبول کرده و فکر میکنیم که واقعا در قرآن و سنت اشتباهی وجود داره و این کاملا اشتباه است. من دلیل دارم برای گفته خودم. مثلا اشخاصی در قرون‌های گذشته و در همین قرون بودن که به نسبت مسائل علمی اظهار نظر کردن و اظهار نظر میکنن و بعدا متوجه شدن که بله ما اشتباه میکردیم، بلکه حرف قرآن درست. از جمله اشخاصی که به نسبت ارائه نظر نجومی در میان انسانها خیلی معروف بود، شخصی به نام نیکولاس کوپرنیک، متولد قرن 15 است و اون گالیله متوفی قرن 16. این دو بزرگوار در زمان خودشون برخلاف تعلیمات کلیسا و خاخامهای نصرانی این مسئله را با
علم جدید پیش کردن که بله این زمین هست که دور خورشید میچرخه. همون زمان که انسان ها به نسبت این مسائل علمی خودشون خیلی به خودشون یقین و باور داشتن، گالیله را تخطئه کردن و بنابر روایتی او را مجبور کردن که از بالای برج خودش را پایین بیاندازه. چرا؟ چون که شما برخلاف تمام علوم انسانی که در اون زمان اصل شناخته می شده، شما دارین خلاف میکنین و برخلاف اون دارین حرف میزنین. لذا او را مجبور کردن که دیگر در این مورد حرفی نزنه. با اعتماد به چه علمی؟ با اعتماد به همین علومی که در اون زمان حرف اول را میزن. ولی بعدها باز علوم جدید پیشرفت کرد و علوم جدید کهکشان شناسی و نجوم شناسی به این نتیجه رسید که بله خورشید هم ایستاده نیست، خورشید هم ثابت نیست، بله بلکه خود خورشید با تمام مجموعه کهکشان خودش، با تمام مجموعه خودش این هم داره مسیر را طی میکنه. حالی که قرآن کریم در 1400 سال اندی پیش الله تعالی فرمودن در سوره یاسین میاد والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. والشمس این خورشید تجری لمستقر لها، این هم جاری است برای قرارگاهی که الله تعالی برای مقدر کرد. ذلك تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر همون الله متعال الله عزیز علیم است. قرآن اون موقع فرموده. حالا اگر عقیده من مسلمان همینه، اگر تمام دانشمندان جهان بیان جمع بشن نظری را در مقابل قرآن و سنت به من مسلمان ارائه بکنن، من قاطعانه با یقین و با ایمان میگم که کل دنیا اشتباه میکنه. خدای من که الله هست و نبی من که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است اون درست میگه. چرا؟ چون که بارها و بارها و بارها این مسئله که علوم جدید به نسبت اکتشافات اشتباه بکنه بارها به ثبوت رسیده. ولی قرآن از طرف الله متعال است و هرگز این اشتباه نمیشه. اگر کل دنیا هم بگن مثلا کدام مسئله علمی قرآن اشتباهه، من مسلمان نباید قبول بکنم، بلکه گفته خدا و رسول خدا درسته. چرا که این مسئله است که بارها ثابت شده. یک مورد دیگه مثلا همین قرص اکثر که شما میشناسید دیگه، همین قرص اکثر تازگیه که با بازار اومده بود، اینو با اکتشافات انسانی و علوم جدید انسانی روی یک سری خلاصه مسائلی را تحقیق کرده بودن و به نسبت فایده مند بودن و مفید بودن این یک تبلیغات خیلی وسیعی را در همین ایران ما به راه انداختن. بعدها یکی دو سالی گذشت، بعد یواش یواش زمزمه شروع شد که نه این اکثر عوارض داره، برای فلان چیز عوارض داره، برای فلان چیز عوارض داره. شاید شما یادتون باشه بعداً یه چند سالی کلاً این حضرت اکثر رو کلاً از داروخانه گم و گور کردن. دیگه اصلا اکثر پیدا نمیشد. چرا؟ چون ضرر داره. الان اگه بری داروخانه نه هنوزم هست، ولی به اون شور و شوق قدیمی نیست. پس هیچ اعتمادی به این اکتشافات و علوم فنون جدید انسانی اصلا ما قاطعانه قطعیت نمیتونیم بدیم که بله 100% گفته اکتشافات و علوم نوین انسانی درست است، بلکه چه بسا اینها اشتباه در اومدن. یک مورد دیگه، یکی از فیلسوفان ملحدین شخصی است به نام زیگموند شلومو فروید میگن. هم فروید معروفه، فروید همون بلانس مذهب میخوام، همونی که بنا به یافته های علمی جدید اون زمان معذرت میخوام تجویز کرده بود که انسان با خواهرش ازدواج بکنه هیچ مشکلی نداره. ازدواج با محارم را همین حضرات ملحدین در حال حاضر هم خیلی هستن قائل به اینن. این فروید آمد با همین ادعا که بله علم جدید، علوم انسانی، اکتشافات جدید این مورد را اصلا ممنوع قرار نداده. چرا قرآن این را ممنوع قرار داده؟ این چیز ناعقلانی است فلان است فلان. نهایتا با خواهر خودش ازدواج کرد. ولی سالها بعد شاگردان خود فروید بنا به یافته های جدید علمیشون ثابت کردن که بله ازدواج و محارم 100% برای نطفه، برای جنین، برای انسان ضرر داره. اگرچه امروز هم در کشورهای غرب هستن جاهایی که هنوزم به نسبت این مسئله اصرار دارن که بله این موردی نداره. لذا نسبت به این مسائل، اکتشافات این مسائل، وقتی که در قرآن ما مسئله آمده حقیقتی را بیان کرده، این تا قیام قیامت یقین من مسلمان بر اینه که این درسته و اونها اشتباه میکنن. شخصی